خوش و سلامتی کار چطوره؟ اولاق جون تا بیا بریم مدرسه نمیدونی فایساله چیا میگن؟ چه صفحه دلگشایی گنج شرغار میکنن چه باغ با صفایی سلام بچه ها مردان مدرسه میام که یاد بگیرم بخونم و بنویسم هرچی بپرسن ازم جوابشو بگیرم آب با ما نام میخوره آب مرد عبس باران دارد 2 تا 5 تا میشه 2 5 تا 600 تا باران آمد کفش سلاخه خیس نشه پاد نان کوچک نان بزرگ نان بربری چرا دعوا میکنی اخماتونو وا بکنی چرا دعوا میکنی چرا دعوا میکنی این دعوا چیه؟ دعوا کار بچه های بعده بیایم بریم درس بخونیم مغز بخونیم بازی کنیم ورزش کنیم تو زنگ تفریقش کنیم مدرسه خیلی خوبه 20 کارت آفرین ستانی قدمت چند سالی میرد فوتبال معلمای مهربون به من لبخند میزنن دوستای خوب هم زبون برای من دست میزنن میگن کلاه قرمزی چه پسر باهوش با صفادیه بچه ها همه بیایم بریم مدرسه ساکت حرف نباشین چند بیخوندی به دلم صابون زدم که تو مدرسه خوش میگذره نیمنده که افتاد گوشه این کلاسمون یه لنگ پا نه افتاد حساب منو خورد کردی تو نیومده نظم کلاس به هم زدی جشن تولد رو انداختی که چی بشه خب جشن تولد مدرسه هست دیگه آخه جشن تولد که جاش اینجا نیست بچه اینا به کنار تو دیر اومدی چرا دیر اومدی تمام دفترتون که برای چیزی موشک درست کردی 2000 تا سوال میکنی سوالی که نه سر داره نه جواب داره میخوام جوابتو بدم که تو گوش نمیکنی نیومده ننشستی هنوز حوصله سر میری میخوای بری زنگ تفریح من چیکار بکنم از دست تو حالا چرا تو گوشه کلاسی نگه با وایسادی خب آخه استاد آقا میگفت هر کی شلوغ کنه باید بره گوشه کلاس یه لنگ پا وایسه دیگه بچه ها خندی کف بزنی دست بزنی لی 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 اونامه کش لی 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 ساکت حرف نباشه نشد ما یه لبخند بزنیم نظم کلاس نریزه به هم شما تشریف ببریم پیش آقای مدیر ایشون تکلیف شما رو روشن میکنه بفرمایید